بعد از 5 سال تو ساحل شرقی وقتش شده بود که برگردم خونه. بله. کار منم سویی. چه خبر سویی؟ چی کار داری؟ راجر مادرمونه، اون مرده برادر. دستتو در بالا. سنجت وایسا. زانو بزن. بخواب رو زمین. اینا رو ور میدارم هرنانده. هی اون مال منه. پول منه. این پول خلافه. پول منه. نگرانش نباش من بعدا ترتیبشو میدم. به خونه خوش اومدی کار. منتظرت بودیم. ما رو که یادت نرفته کار. نه خیر سرکار تمپلی، فقط نمیدونم چرا اینقدر طولش دادی. برو تو ماشین. آروم باشه لعنتی. سرشو بپا. بیا بیرون از اونجا که صفت عوضیه احمقای مکزیکی. کیفم کیفم. کجا بودی کارل؟ خونوادت چطورن؟ من به خاطر عزاداری مادرم اومدم اینجا، تو میدونی. آره میدونم. خب دیگه چی کار کردی کارل؟ هیچی. من الان تو لیبرتی سیتی زندگی میکنم. من تمیزم، هیچ کاری نکردم. نه تو هیچ وقت تمیز نبودی کارل. ببین اینجا چی داریم؟ این اسلحه از سرکار پولسکی که 10 دقیقه پیش ازش استفاده شده برای کشتن افسر پلیس. سرکار پندلبری مرد خوبی بود. سریع کار میکنی کار. دیدی که من همین الان رسیدم. چه خوب شد ما تو رو پیدا کردیم و تفنگ ازت گرفتیم. اون تفنگ من نیست. به من مزخرف نگو کار. بهش مزخرف نگو کار. این دفعه دیگه از من چی میخواین؟ ما هر وقت تو رو بخوایم تو رو پیدا میکنیم. پس سعی کن دیگه افسرهای پلیس رو نکشی. شما نباید من اینجا ول کنید. اینجا منطقه بالاساست. تو که میگفتی من بیگناهم کار. مرکز گشت 58 صحبت میکنه. بعدن میبینمت کار. کار پندلبری کشته شده تمام. دیدی هرمن. لعنتی بازم همون داستان همیشگی. بدترین جای دنیا. 5 سالی میشه که تو گروه استریت دیده نشدم، ولی بالاسا اهمیتی نمیدن. گروو استریت، خونمون. حداقل قبل از اینکه همه چی رو به هم بریزم. خونه رو عوضی اومدی احمق.
بیگ اسموک منم. کار آروم باش سی جی. اوه خدای من، ببین کی اومده. ببینم تو حالت خوبه پسر؟ نه پسر، مرگ مادرم خیلی ناراحتم کرده. رفیق نمیدونم چرا این اتفاق باید میافتاد، ولی بهت قول میدم قاتل مادرتو پیدا کنم. خیابونا خیلی سردن، همون جوری که کتاب مقدس میگه. ما هم نظر کرده ایم هم نفرین شده. کدوم کتاب مقدس؟ همون چیزی که ما رو میخندونه و به گریه در میاره. ولی حالا باید ترتیب کارا رو بدیم. بزن بریم قبرستون سر خاک برادرت. یالا را بیافت. میخوای تا برونی؟ آره عالیه. ماشین خوبی داری اسموک. تو منو میشناسی، ارزش واقعیشو نگهدار. ارزششو. ماشین بالاسا دارم میان این طرف. لعنتی ماشینم. باید برگردیم به محله. اینجا چرخیدن دیوونگیه. یه دو چرخه بردار پا بزن اگه یادت نرفته. دنبال من بیا. بیا خورشید کوچولو بیا. همه چی اینجا فرق کرده. سی جی مواظب خودت باش. چطوری اینقدر بد شد؟ فکر کردم اینجا منطقه خانواده است. اونا خانواده لعنتی. ماشین بالاسا جدا بشین. پا بزن آشغال. تو دست و پا چلوفتی سی جی. پس چرا عقب میافتی؟ به بازی برمیگردیم مگه نه؟ قبل از اینکه بریم انقدر بد بود. سوال شهری تو رو نازک‌جانجی کرده. تکون بخور سی جی، داری آبرون میبری. من بهشون نشون میدم که اینجا گانگستره. باید بفهمم با رایدر طرفم. کی حرکت میکنی کار؟ مطمئن نیستم ولی فکر کنم بمونم. اوضاع خیلی خرابه. آخرین چیزی که لازم داریم کمک تو. مرد من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم. قسم میخورم. ما میخوایم با بچه‌ها بریم بیرون یه دوری بزنیم. تو هم میای؟ خیلی جا باید برم. خیلی خستم. بعدا همتون رو میبینم. ای بپر بالا همگی بریم بیرون. آره برو واسه خود یه خورده لباس بخر احمق.
موهاتم اصلاح کن، آدم روش نمیشه با تو بیاد بیرون.